چشمی باز در هر کجا در هر زمان برای آرامش تو. دایره امن در زندگی، در روز، در شب، محافظ تو. نوارهای بهداشتی نیمه ضخیم جدید مایلیدی، نهایت محافظت. اویلا حرکت رو آغاز کرد و تاثیرگذار بود. حرکت اویلا متوقف نمیشه، ادامه پیدا میکنه و تعادل راز تداوم و حرکت. اولین ها جریان ساز هستند. اویلا. رعنا میخوام طعم تموم معنا میخوام کیفیت اعلا میخوام با بهترین طعم میخوام رعنا میخوام رعنا طعم خوش هر غذا. دختر شریفخانی؟ بله. بابا چاره ای نذاشت، باید سنت را بندازی. لامپ خاموش کن بخواب سن استراحت کن. گمون میکنم بابا قنبر بنداب قنبر کشتمه. خجالت نکشه. 2 جدای قنبر از سنم. ای سنم. سافتلند شما را به تماشای این سریال دعوت می‌کند. من اون بچه بدبخت و بدرشی از مرکز شهر آوردیم تو بر بیابون. بهنام دوباره ناکامیت گردن من ننداز. بابا 4 روز دیگه آلزایمر میگیریم، کنترل شاشمون رو نداریم، دارا میذاره تو خانه سالمندان، میره دنبال زندگی. این بده من این مطمئنا شما هر جا که باشید مفید و موثری. ما این خاطره رو از شما داریم. قربان شد. زنده باشید. خداحافظ. شما سر بزنید. هی طالق علی ما بدلت علی کتاب الله و سنت رسوله. خداحافظ. تا حالا کجا بودی؟ تو خیابونا. من طلاق گرفتم، تو گریه میکنی؟ همه زنای فامیل حسرت شوهر تو رو میخورن. تو ازش طلاق گرفتی تبا. چه قرمزیه؟ کار شهناز جونه؟ ول کن شهناز جونو. شما که خیلی خوب بودین. ماهرخ چی شده؟ چرا به ما نگفتی؟ سلام. پدر سگم عوضی. من اینقدر بیرگ و دوزاری شدم که دخترم بره قایمکی طلاق بگیره. چه مرگتون بود؟ بابا بذاری توضیح بدم براتون. میزدت؟ معتاد بود؟ خیانت میکرد؟ انین بود؟
هیچ کدوم. بچه نکنه تو یه غلطی کرده بودی؟ نه خیانت میکرد، نه معتاد بود، نه میزد، نه من غلطی کرده بودم. بچی؟ بابا تو رو خدا میخواستم زنش باشم، نمیخواستم مادرش باشم. مزخرف تحویل من نده. بابا تو رو خدا باش. چرا نگفتی چرا میخوای طلاق بگیری؟ مشورت نکردی؟ یه تصمیمی بود باید دوتایی میگرفتیم. ببخشید بابا. دوتایی باید تصمیم میگرفتی. تاقو خراب کنی رو سر بابات، گم بزنی به زندگی بچت، خواهرتو بدبخت کنی، دوتایی باید تصمیم میگرفتین. ای خدا. تا خواهر عروسی نکرده نرفته هیچ کس نباید بفهمه تو چه غلطی کردی. فهمیدی؟ بله. نمیذارم اینم خودت بدبخت کنی. بابا مگه قرار نشد دیگه حلقه المپیک درست نکنی؟ برو بخواب. تشریف نبردین داخل؟ گفتم شاید چون جعبه شیرینی دستم نیست بد باشه. من به خاطر تو بی غیرت برای اولین بار دستم رو دخترم بلند شد. نمیزدمت نمیتونستم دیگه تو چشاش نگاه کنم. خوب کردیم پدر جون. من این دوتا بچه رو تک و تنها به دندون کشیده بزرگ کردم. از جوونیم گذشتم، از خوشی ها گذشتم. آب تو دل اینا تکون نخوره. تو خوابم نمیدیدم یه نامردی مثل تو پیدا شه 10 سال بچم و پاره جیگرم و عذاب بده، بعدشم دزدگی طلاقش بده، یه بچم تو بغلش بفرستش خونه باباش. اینطور که شما فکر میکنین نیست. من دزدکی طلاقش ندادم، خودش خواست اینطوری جداشیم. پدر جون به من نگو دیگه، به من نگو پدر. چشم. پدر اینجوری نیست، پدر جون اونجوری نیست. چطوریه؟ زنی که اونجوری عاشقت بود ببین چه به روزش آوردی که اینطوری طلاق گرفت رفت. مردی؟ پدری؟ آدمی تو؟ چی هستی؟ تشریف بیاریم بالا صحبت کنیم. برو بابا برو. تشریف بیاریم بالا. صحبت اون موقع که وقتش بود باید میکردی، نه حالا. اسخر آقا. سلام مهندس. سلام.
تو به آجر آسیب میزنی. این کار دست چیه؟ اصلا با عجله نباید این کار رو انجام بدی. ببین با زاویه میزنی. بله آموز. مهم نیست چقدر طول می‌کشه. مهم اینه که کارتو درست انجام بدی. بکشین نظر بیار، بکشین نظر بیار بده پایین. اینم با زاویه. ها؟ می‌بینی؟ بله. بالاخره نرمش می‌ریزه. باز که شما رفتی اون بالا. آخه به اجازه کی داری این کارو میکنی جان من؟ بیا پایین عزیز من. میگم بیا پایین. آخه به اجازه کی رفتی اونجا اونو داری میکنی؟ آیا بابا تو هستم. بیا پایین. اگه بخوام تو جوب بابا. آقا مهندس بیا اینجا. چه خبره؟ الان میام. یک ما به شما فرجه دادیم، دست به این تابلو نزدی، باید میکندی. غلط کردی. تو به من فرجه دادی. تو کی هستی که به من فرجه بدی؟ من نمیارم پایین. تو هم حق نداری به این دست بزنی. بیا پایین. بیا پایین. مهندس ببین چیه قد میکنه. قد احمد میکنه مردی که میام لاتو پارت میکنم اون پایین. آقا مردان یه دقیقه حرف نزن شما. مهندس این فوش عمه میده من حرف نزنم؟ نه حرف نزن. شما گفتی قدشون هم جواب تو داد. من افشار هستم، کارشناس زواید شهری. قضیه چی؟ همه چیز این شهر خوب شده، فقط تابلو ما زیادی آره؟ نه ولی رو بافت تاریخی شهر حساسیت بیشتره. همه باید کمک کنیم. چرا ما باید کمک بکنیم؟ این همه دهن ما رو سرویس کردیم بس نیست؟ آقای محترم ما مفصل با شما حرف زدیم، نامه دادیم، طرح نوسازی بافت قدیمی این محله رو براتون توضیح دادیم. گفتیم این تابلوی زنگ زده کهنه رو میگیریم یه نوشو بهتون میدیم. بابا معلوم نیست از اون سوراخی در اومده. به من بچه تهرون داره میگه چی کنه؟ من بچه تو چی میگی؟ من چی بگم؟ من چی بگم؟ من چی بگم؟ پایین شما باید گوش بدید. تابلوی من چی کار داری؟ این تابلو رو پایین. خودی گفتی غلط کردی. خاله در تو هم نکنم. من دیگه بگشه. مهندس خوبی؟ بیشرف! مهندس مملکت میزنی؟ میدونی مرد کیه؟ مدیر مملکت بوده خودش استفاده ده گفته بیام کف خیابون به مردم خدمت کنم. این جواب شهر آقا. از این مدیرها زیاد دیدیم. بیشرف. مهندس رد خوبه؟ گفتم جلو نه شما برای چی اومدی جلو؟ آخ این دستمال بیار آب بیار. من شرمنده شدم مهندس. کمک. آقا برکن. نکن. چیکار؟ آدم باش. چیه مگه؟ قرصتو خوردی؟ درد میکنه اینجات؟ آره. آبی برو کیک بوکسینگ. کاکا چی؟ نکن این کارو. نکن میگم. ببخشید. اینجا واسه سر صدا نکن. امیر پاشا میگفت هفته‌ها که پیش مامانش انقدر حال میکنه با مامانش دوست مامانش رفته بودن اتاق فرار. اتاق فرار چیه؟ نمیدونی؟ نه. یه بازیه. گروه میشیم میریم توی خونه‌ای که یه قاتلی دراکولای زامبی تو اون زندگی میکنه. بعد از اون خونه فرار کنیم. بعد توی خونه کلی خون و چیزای خیلی ترسناکه. مثلا یه دفعه یه زامبی تو کمد اینجوری میپره رو آدم. امیر پاشا داشت تعریف میکرد. من گفتم پرام ریخته بود. الان پشمام شد پرام. نمیتونی درست حرف بزنی؟ این چیه بازیه مثلا؟ آره دیگه بازیه. پس چیه؟ بابا بودجه من 200 تومن اضافه میکنی؟ 200 تومن؟ نه 100 بده. 100 هم ندارم. 50 که داری؟ بفرمایید. ممنون. زشته. یه پایین اونو. آخر ای محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی آمده ای خواندی برایم
قصه تلخ جدایی ماندم سر در گریبان بی تو در شب‌های غمگین بی تو باشد همدم من یاد چیمان‌های دیر آن گل سرخی که داری در سکوت آتش عشق و محبت در خزان سینه است آن گل سرخی که داری در سکوت خانه پژمرد آتش عشق و محبت در خزان سینه اکنون نشسته در نگاهم تصویر پرغرور چشمم فکرم نمیرم بهناز باید قهره اما بهناز سوئده باهاش دعوا کردی رفته اصفهان پیش علی سوئد این دختره هنوز دلش پیش علیه و خسته شدم لاغر شدی بهنا مگه نگفتم محبوب شب رو نچین؟ اسقاط زد زود برو دستاتو بشور آقات بفهمه اوقاتش تلخ میشه محبوب شب رو بو میکنن اگه بچینی دستت بوی بد میگیره محبوب شب چیه؟ یه جور گله این آقا کی صورتش زخمه؟ هیچ کی دکتره پسرم درست جواب بده مامان بهنامه بهنام مادر جانم مامان صبح از خداوردی برای آقا تعلیم بگیر انقدر به تنش سوزن زدن مردمون چارشونگی یه جای سالم تو تنش نمونده بهناز هم به زبون بگیر بیاد خونه باشی بیا بابا نکن شرطمون چی بود؟ نه قبول فقط هفته‌ای که پیش منی کنه بذاری سر پسرم نکن اینطوری نکن اینجوری قبول مامان نفهمه ناراحت چه خب ازت بدم میاد نمیدونم هفته بعد میذاری سرت برو آقا جونت هم داره میاد چی میشه تو هم بیایی؟ 100 بار گفتی 100 بار برای توضیح دادم که نمیشه نیم ساعت هفته بعد میام دنبالت پسر خوبی باش شیطنت نکن قربونت دلم عزیز بابا کجا بودی تا حالا بریم باش قربون برم سلام چی ماما؟ چی عزیزم؟ چی شده قربونت برم ها؟
چی شده ماما؟ مثلا بدم میاد. چرا ماما؟ من یه هفته ندیدم اینقدر دلم برات تنگ شده. مرد گریه میکنه؟ ببینم پسرمو. عشق آقا جون کیه؟ عمر آقا جون کیه؟ یه دفعه دیگه لب لوچت آویزون ببینم همچین میذارم تو ماتتت بجسی به تاق. به دستگی بچه ننه ما چرت کن بیاد. آخه عزیزم زندگی دیگه همینه، غم داره، شادی داره، قاطیه در هم. سبا کردنه که نداریم که. بزنه کارشو ساختی. خند دیگه. نخند دیگه خاله. خراب نکن دیگه کمتر. باشه بابا انترم نه دیگه. کسی باشو زیر علیمون که هم کمتر نگیره. نمی جنگی که. دارم می جنگم که. کجا می جنگی باشو؟ مراقب باش. مراقب باش. دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. آره بچی رو افتادیم تو خنس. نیاز به نیروی کمکی داریم. باید به جوکر زنگ بزنیم. جوکر کیه دیگه؟ جوکر دیگه همونی که بیرون شهر تنها زندگی میکنه. درسته اون بزرگترین دشمن بتمنه، ولی خب همه میدونن که اون بتمن خیلی دوست داره. I don't know جوکر. پولیومن دیگه آقا جون. ما باید زنگ بزنیم به جوکر. بدون اون نمیتونیم این جنگو ادامه بدیم. پولیومن که قمارباز ورشکسته در به داغون عزیزم. عروسک بازی که نمیخوایم بکنیم. دستوزن؟ عزیزم ما هیچ جامعه نداریم. چارلز برونسون، دلیس والاس. Do you understand? No I don't. حالیم بخور. اصلا چرا باید حلیم بخوریم؟ مثلا اینجا میدون جنگه ها. خب حلیم باید بخوریم قوت بگیریم دیگه. من به قوت نیاز ندارم. شما نیاز داری. تکنولوژی مینی LED در تلویزیون‌های TCL.
سلام استاد. سلام. آیفونتون خرابه؟ نمیدونم. زنگ خانم نوربخش رو زدم، در پایینو وا کرد. ببخشید قبلش زنگ نزدم، گفتم اگه بگم دارم حلیم میارم میگی نیام. حلیم چی؟ پسرتون از صبح کچلمون کرده که من حتما باید عصرون حلیم بخورم، حتما هم باید برای بابام ببری. کی عصرون حلیم میخوره؟ پسر شما. البته دور از چشم بابا آوردم. ممنون. خواهش. واقعا این همه را به خاطر حلیم اومدی؟ از استخر برمیگردم طرفای شرق، گفتم دیگه اینم بیارم. مش کردی ما رو. خوبه؟ آره. همه میگم به میاد. مبارک. بادم جون زیر چشم شما هم خوب عذاب در اومده. طرف خیلی وارد بود. پسرتون تعریف کرد؟ زحمت کشیدی. کاری ندارین؟ قابلمه رو نمیخوای؟ چرا اگه زحمتشو بکشیم؟ بیا تو. نه همینجا خوبه. بابا چطوره؟ بد نیست. مزه نمی‌کنین استاد؟ دستپخت آقای زربافه ها. میذارم واسه صبحونه. البته دستپخت ایشونو چند ماه پیش نوشجون کردم. شام خوردین؟ نه. باشه. خداحافظ. خداحافظ. استاد امروز پیش مادر بودین؟ چطور بودن؟ این استاد بازی لوس رو تموم نمی کنی؟ خواستم یه ذره از رابطمون آشنایی زدایی کنم. لوس شد نه؟ بهنام، دلم نمیخواد ادای این مادرایی رو در بیارم که دلشون میخواد بچه‌شون لای پرقو بزرگ کنن. ولی امروز که دارو اومد خونه یه ساعت داشت فقط گریه میکرد. هرچی میگفتیم چته جواب نمیداد، فقط میگفت از همه بدم میاد. بیچاره انقدر بابا و مینا باش بازی کردن تا یه ذره حالش خوب شد. بعد نشست آلبومای قدیمی بابا رو نگاه کردن، دنبال عکسای بچگی تو میگشت. بابا چند بار بهش گفتش که ما عکسای بچگی بابا تو نداریم. بعد گیر سپیش داد که برای من محبوبه شب بخریم ببینم بوش چطوریه. بعد گفت اصلا بابای بابام کی بوده؟ کجا بوده؟ کی مرده؟ علی کیه؟ عمه بهنازم تو اصفهان چرا عاشق علی بوده؟ اصلا چرا ما تا حالا نرفتیم اصفهان؟ گیر سپیچ که منو ببرین اصفهان، فردا اصفهانو ببینم. دنبال توارش میگرده انجوچک. بهنام میشه دیگه نبری سالمندان؟ خیلی تاثیر بدی روش داره. انقدر استراب داشت بچه تمام تنش کهیر زده بود. کلاه بابارم گذاشته بود سرش، از سرش در نمی آورد. دوباره رفته تو مود کلاه. به خاطر سالمندان کهیر میزنه کلاه میذاره سرش؟ پس به خاطر چیه؟ بچه رو مجبور کردیم یه هفته پیش من بمونه، یه هفته پیش تو. تا میاد به اتاق خودش عادت کنه باید جاشو عوض کنه. هر بچه‌ای باشه کهیر میزنه. بیچاره رو کردیم یه آویزون لنگ در هوا بدتر از خودمون. رفتی به سالمندان و گذشته خانواده من نداره. خب راه حل نمیدونم. پیش تو باشه من ماهی یه بار بیام ببینمش خوبه؟ من راه حل ندارم، دارم وضعیت رو تشریح میکنم. فکر میکنی اگه جدا نمیشدیم حالش بهتر بود؟ نه نمیدونم. اتفاقا جداییمون بهترین تصمیمی بود که گرفتیم. جدا نمیشدیم معلوم نبود الان ستایی چه وضعی داشتیم. دقیقاً. شاید اینطوری آدم مستقل تری بار بیاد. عجب. به خاطر استقلال اون ما جدا شدیم. لطفاً دیگه نبری سالمندان. ذهنش نمیتونه این همه تجربه حسی مختلف رو حذف کنه. باشه نمیبرم. مرسی. اکسل مشاوره دارا رو یه ماه پر نکردیم.
وقت نکردم. اینایی که تو جدول می‌نویسم خوندی؟ نه. باش. خداحافظ. به سلامت. سلام. 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 خوب هستین؟ ممنون. چرا زحمت کشید؟ نه بابا چه زحمتی، ایشالا خوشتون بیاد. اینم گل گاوزبون، سنبولوتیپ، نبات و لیمو عمونیه. آدم آروم میکنه. چرا شرمندی کردی؟ نه خواهش میکنم. فقط این کمه، بذاری من چند تا بذارم روش. نه. نمیدونستم مهمون داریم. من دیگه داشتم میرفتم. خیلی ممنون. مادر دارا هستن. خیلی خوشبختم. خوبین؟ منم سریا. خوبین؟ سلامتی؟ ماشاءالله چه پسر گلی دارین. خیلی با دختر من جور شده. آخه دخترتون چند سالشه؟ رفته تو 9. جالبه چون اصلا دارا میونش با دختر خوب نی. راستی؟ چی بگم والا؟ نه که دختر منم موقعیتش مثل دارا جونه، شاید رو همون حساب با هم جور شده. چه موقعیتی؟ والا منم 4 سال جدا شدم، ولی خدا شکر دخترم پیش خودم میمونه. سریا خانم وایس این ظرفاتون براتون بیارم. نه عجله نیست، حالا فردا میام میگیرم. دستتون نوش درد. جونتون. خداحافظ. خداحافظ شما. میبخشین. بشین. شام نمیخورم مامان. چرا؟ رژیمم. از اون تیبک ترشا داریم هنوز؟ آره. یاد قدیما افتادم. همسایه با هم دیگه غذا میدادن، اصلا تخم مرغ و پیاز قرض میکردن. عجب. این خانم اسمش چی بود؟ سریا خانم. خوشحالم یه همسایه خوب اومده اینجا. واقعا همسایه خوب تو این دور زمانه نعمته. اون خرابه. چرا؟ نمیدونم، سوخته. زیر کتری روشنه. چرا جدا شده؟ نمیدونم. نپرسیدی؟ نه. تو چی؟ نگفتی چرا جدا شدیم؟ نه. چرا؟ خودم هم نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ یعنی میدونم، نمیتونم توضیح بدم. تو هم اندازه من زجر کشیده بودی میتونستی توضیح بدیم. اوه چه ضحاکی بودم خودم نمیدونستم. ضحاک نه، یه بچه گنده خودخواه. همه چیز باید اون طوری بود که تو میخواستی. همه باید جوری زندگی میکردن که تو میگفتی خوبه. من باید شغلی انتخاب میکردم که تو فکر میکردی برام خوبه. شغلی که هر لحظهش واسم اینه جهنم. امشب اومدی انتقام بگیری یا؟ کاش میشد. قهوه میخوری؟ شبا نمیخوردی؟ دیگه فرقی نمیکنه. بخورم نخورم تا صبح بیدارم. مبارکه. ممنون. دلم نیومد یه بی صداشو بخرم. یکم گرونتر بود. ماهی درونم گفت نخر.
هیچکی از فردا خبر نداره. پولاتو الکی خرج نکن. هنوز داری ذهنمو کنترل میکنی. دارم به این نتیجه میرسم که مردا ته تهش ترجیح میدن اضافه شمگول تو خونه داشته باشن. جای زنی که زیادی فکر میکنه، زیادی میخواد وارد جزئیات بشه، زیادی میخواد تو تصمیم گیری ها مشارکت کنه، که دستاش همیشه با کارد آشپزخونه و سفید کننده زخمه، ریشه موهاش همیشه سفیده، اضافه وزن داره واسه زایمان. عزیزم بابت این فداکاریات چیکار کنم دیگه؟ بیخیال میشی حرفشو نمیزنی. میخوای منم بشینم همه این کارهایی که این 10 سال واسط کردم و لیست کنم ببینیم کی بیشتر ایثار کرده؟ مسابقه است؟ لابد دیگه. به برندم یه سکه بهار آزادی جایزه میدی. منصفانه است. من که مهریه هم نداشتم. اگه میخوای اینم بزنی تو سرم ماهی یه سکه بهت بدم. ماهی یه سکه؟ داری مگه؟ نه ولی آماده‌ام برم زندان. این بیرون دیگه کاری ندارم. قشنگ معلومه این بیرون کاری نداری. ببین یه جوری حرف نزن فکر کنم به یه زن بدبخت تنها هم حسودیت میشه. نه به اون حسودیم نشده، به تو حسودیم میشه که انقدر راحت تونستی رابطه تازه رو شروع کنی. رابطه شروع کردم؟ 4 تا پیراشکی شد رابطه؟ انقدر ساده ای تو؟ بله؟ میبخشین نجیب گوشیتون گرفتم جواب ندادی. لابد سایلنته. بفهم. معذرت میخوام، سویچ من فکر کنم پیش شما جا مونده. میخوام ببرم دوستای مبینا رو برسونم. پیش منه؟ بله از برگشتیم فکر کنم دست شما جا مونده. ببخشید. بله پیش من بود. نه خواهش میکنم شما ببخشید. خداحافظ. خب کجا بودیم؟ مسابقه فداکاری. جدی با این خانم رابطه خاصی داری؟ گفتم که رابطه ندارم. خب سویچو از اتاق خواب آوردی؟ در واقع از تو کمد اتاق خواب آوردم که کتم توش آویزونه. الان سوال اینه که اصلا سویچش پیش من چیکار میکرد؟ هرچی. به من ربطی نداره. ربطی نداره. ولی مثل اینکه کنجکاویت بدجوری تحریک شده. اعتراف کن. آره شده. ولی اگه میخوای دروغ بگی لطفاً چیزی نگو. چرا باید دروغ بگم؟ مگه بهت بدهکارم؟ دارا چیزی بهت نگفت؟ راجع به چی؟ یه ماه دارم میرم کلاس رانندگی. نه نگفت. همین آموزشگاه سر شهرک. امروز بعد از کلاس ثریا خانم رو دیدم تو همون ساختمون منشی یه دکتر از اینا که طب سوزنی و طب سنتی کار میکنن. سر صحبت وار شد گفت میخوایم با ماشین من تا دم خونه تمرین کنیم. منم از خدا خواسته. این مربی منقدر که داشت ترمز میگیره اصلا نمیفهمم چیزی یاد گرفتم یا نه. دارم خیلی با دخترش عیاق شده. این میره اونجا اون میاد پیش ما. من بهشون نقاشی یاد میدم. قشنگ شدن عین خواهر برادر. و این بود کل ماجرا. سوال بعدی؟ مگه پول داری ماشین بخری که داری میری کلاس رانندگی؟ سوال انحرافی نکن. جور میشه. آخه میگفتی که من بمیرم رانندگی نمیکنم و اعصابم میریزه به هم. واقعا از تاکسی و مترو خسته شدم. راننده اختصاصی من ازم جدا شده. بعدم الان که دارم تمرین میکنم میبینم خیلی هم بد نیست. یه حال خوبیه. عجب. چی شد انقدر متحول شدی؟ طلاق گرفتم. تو که بیشتر عوض شدی. مشو استایل جدید و عطر گرم و واسه ما از این ناپریزی ها نمی کردی. به ناپریزی نکردم.
از مینا یاد گرفتم به خودم احترام بذارم. با رنگ و لاک و تتو میخوام فکر کنم هنوز آخرش نرسیده. هنوز خیلی مونده. معلومه خیلی مونده. 10 سال از من جوان‌تری. 10 سال میدونی یعنی چی؟ آره میدونم 10 سال یعنی چی. 10 سال از همه آرزوام و دلخوشیام گذشتم ولی آخرش شدم چی؟ ماهی درون، کنترلگر ذهن، مقصر گند زدن به زندگی تو، مقصر این که نتونستی کار هنری کنی، حتی یه آسیابه بدون صدام نتونستی بخری. من انقدر حقیر نیستم واسه بدبختیام دنبال مقصر بگردم. تو دنبال مقصر نمیگردی؟ تو هنوز منو به خاطر اینکه قبل از عروسیمون ازت حامله شدم نبخشیدی، چون مسیر زندگی هنری اگونشیلی خاورمیانه رو عوض کردم. الان این مزخرفات چیه؟ واسه خاطر 4 تا پیراشکی و یه سویچ بحثو نکشون به اگونشیلی و حاملگی. به خاطر پیراشکی؟ فکر میکنی من حسودی این زن منشی دکترا رو میکنم؟ اگه من قد حسودا اول بودم چرا طلاق گرفتم؟ نشستم سر خونه زندگی، دلم خوش میکردم بگه درسته دارم مثل سگ زندگی میکنم. عوضش مرد خوش قیافم شبا کنارم میخوابه. البته چقدر شبای جذابی داشتیم با هم. مقصر شبای بدون جذابیت زندگیت هم منم؟ کیه پس؟ کیه؟ خوشم میاد هر وقت خودت اراده میکنی شعار میدی مرد باید فلان و بهمان باشه، بتونه غرایزشو کنترل کنه. هر وقتم دلت خواست انتظار داری آدم کوه تستوسترون باشه. خانم ماهی، من خمیر بازی تو نیستم هر تیکه رو خواستی بگیری بکشی، کوچیک بزرگ کنی، بکنی بندازی دور. آدمم. من گفتم کوه تستوسترون باش. سفسطه میکنی چرا؟ بهنام تو فقط جسمت، اونم هر وقت عشقت میکشی تو اون اتاق بود. روحت نبود. چی میگی؟ من روحم اونجا نبود؟ نه. و تو روحت بود؟ بله. دکتر چی گفت بهت؟ گفت 90% زنا مثل تو هن ولی به خاطر زندگیشون چرت میگفت. من نمیتونستم مثل 90% زنا باشم. نمیخوام. خیلی خوب داد نزن، همه همسایه‌ها فهمیدن. تو نمیخواستی مثل 90% زنا باشی ولی منو تبدیل کردی به یه بدبختی مثل 90% آدمای این شهر. بهنام مرد باشی با راستشو بگو اصلا واسه مهم نبود زنت هم اندازه تو حق داره لذت ببره. فکرت همه جا بود جز پیش من. اینا تصورات توی مایی. تو اونجا دنبال گذشته بودی، دنبال اون بهنام افشار پدرسگی بودی که یه زمانی عاشقش بودی. خب معلومه بعد از 10 سال پیداش نمی‌کردی. مشکل من نبود، مشکل ذهن تو بود. آره راست میگی، یه بخشش این بود ولی واقعش این بود که اون استاد افشار فلان اگه دلش می‌خواست، اگه خیلی حال داشت، فقط انگار کناری غریبه خوابیده بود که رفت تکلیف کنه. بهنام میدونی درد تو چی بود؟ همون مشکل ADHD که هیچ وقت قبول نکردی داری. همین که بعد از چند ماه اولی اون قضا دوستم نداشتی، چون فکر می‌کردی من برای اینکه مجبورت کنم با هم عروسی کنی ازت حامله شدم. ماهی چرا انقدر لذت میبری خودتو تحقیر کنی؟ من خودمو تحقیر نمی‌کنم. من شهامت دارم که راستشو بگم. این راسته؟ این عین دروغه. عین حقیقته، خودت هم میدونی. تا سال اول انقدر از دارو بدت میاد که تا حاضر نبودی بغلش کنی. بدم میومد. آقا تو اصلا مگه میذاشتی من بغلش کنم؟ فریک زده بودی که تو بلد نیستی این بچه رفلاکس معده داره، نمیتونی آروغشو بگیری، شیر میپره تو گلوش میمیره. تو خودت اونجا اون دختر دیمونه عاشق 10-12 سال پیش بودی؟ نبودی. بعد از قایمان دارا شد همه چیزت، پسرت، شوهرت، هدفت، کارت، گذشتت، آیندت، همه چیت. آره چون از تو محبت نمیدیدم. تو مگه میذاشتی آدم بهت محبت کنه؟ اشم دارا مریض بود، بچه معمولی که نبود. دارا هیچ چیش نبود. اینقدر بردش مشاورهای جور و جور هممون باورمون شد یه مرگش هست. اول که اصلا اومدی گفتی تو طیف اوتیسم قرار داره، بعد گفتی اختلال 2 قطبی داره، بعد شد ODD، آخرم کشف کردی ADHD داره. منو متهم کردی ژنای معیوبمو منتقل کردم بهش. ماهی این بچه انقدر ریتالین خورده است حالت طبیعی خارج شده در حالی که هیچ چیز نیست، مثل همه بچهای الان بیش فعاله. فقط بهنام دارا مریضیش هم وراثتیه، چرا نمیخوای قبول کنی؟ دارا مریض نیست ماهی، تو مریضی. ما مریض نیستیم. آره راست میگی، مریض شدم تو زندگی با تو. راست میگی. الان که دیگه تموم شد،
با این استایل جدیدت برو دنبال آرزوات. برو ببینم کدوم قله رو نذاشتن فتح کنی. خیلی دلم برات میسوزه بهنام، خیلی. یه عمر ادای آرتیستا رو در آوردی، ولی آخرش شدی همونی که احتمالاً توش خیلی خوبی، کارشناس زباده شهری. باز چی جا گذاشته؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ سلام، خوبی؟ نیم ساعته دارم در پایین میزنم، چرا در باز نمی‌کنی؟ آیفون خرابه، بفرمایید. عجب جای پرتی خونه گرفتین. گوشیتو چرا جواب این برا؟ چی شده؟ درود یادت رفت. چه خبره اینجا؟ میگم این چی ریختیه؟ هیچی بابا، کتک خوردم. از ماهی؟ تو خیابون با یادم زبون نفهم دعوام شد. آه دعوایی شدی؟ زبون نفهم زیاد شد. آخ گفتی. یاد فقیر فقرا افتادی؟ هیچی، گفتم بیام شام با هم بخوریم. شما دوتا مگه جدا نشدین ازم؟ چرا؟ از این مدل طلاقایی که بعدش تازه میشن دوست معمولی با هم زندگی میکنن؟ نه هنوز اونقدر مدرن نشد. اومده بودم حال بهنام بپرسم. خوب بود؟ خوب نیست. الان خوب میشه. بشین. شام خوردم؟ بشین بابا. دو لقمه با ما بزن. ماهی سیر. چه خبر؟ سیمین نصری زنگ زد. گفت سپردیم به میناسیان مجموعه جزایر گولاگو بفروشه براتون. چی؟ بچه‌ها خیلی ببخشید، من معذرت میخوام. ببین من میدونم خودم اینو بهتون هدیه داده بودم، الان با کمال شرمندگی اومدم پسش بگیرم. پسش بگیری؟ بهنام تو میدونی این تنها کار باقی مونده از اون دوره آکریلیک منه، باید پیشم بمونه. مگه ندادیش به ما؟ آقا من همون روزم که اینو دادم بهتون پشیمون شدم، روم نشد بهتون بگم. امروز سیمین گفت میخوایم بفروشینش، داشتم میمردم. انگار یکی میخواد روحمو بفروشه. بچه‌ها من میدونم شما مشکل دارین، مشکل مانی رو گفت سیمین گفت، ولی من میخوام مجموعه جزایر گولاگ پیش خودم بمونه. ببخشید. دستشوییتون کجاست؟ تو راه رو در عقب. چه غلطی داری میکنی؟ تابلویی که به من داده بودی میخواستی یواشکی بفروشی؟ خجالت نمیکشی؟ بیا یه دقیقه. میناسیان که زنگ زدن. کتابات کو؟ حقوقم نصف شده. فکر این چما قرضا و قسطای خراب شده رو چطوری دادم؟ فروختیشون؟ عوضش خونه داریم عزیزم. هیچ کدوم از دوستامون از خودشون خونه ندارن. چرا به من نگفتی؟ چی میگفتم؟ نمیخواستم بدونی. خب از یکی قرض میکردم. نمیخوام زیر دین تو باشم. همین که مهری و نفقه ندادم به اندازه کافی سرویسم کردی. من سرویس کردم؟ میناسیان میگفت این کار 1.5 میلیارد میارزه. میدونی این چی؟ واقعا؟ فکر کردی نریدا واسه چی داره زار میزنه؟ مردی که فرصت طلب دروغگو. نه بابا بیچاره شاید دروغ نمیگه. آره همه اسطوره پاکی و صداقتن باشه جز من. بهنام بس. با پول این کارا میتونیم تمام قرض و قسطامونو بدیم، خلاص شیم از این فلاکت. منم یه ماشین میخرم دیگه مجبور نباشم مترو سوار شم. پشت من وایس و مجابش کنیم کارا رو نبره. اینجوری که این قفلی زده مگه میشه به این راحتی راضیش کرد؟ آره میشه، کار مال ماست، مال ماست. بهنام مال ما نیست، مال منه. فکر نکن شهر شروع حواسم نیست. مای تو رو به هر
هرچی میپرستی یه بار کنار من وایسا ببینم میتونی. یه بار با من توی زنگر باش. بهنام تابلو رو بهش بده بره. در شأن ما نیست بهش التماس کنیم. در شأن تو شاید نباشه، در شأن من هست. تو این چند ماه به اندازه تمام عمرم تأخیر شدم میرم روش. به خاطر خونه، به خاطر آینده. همان دست‌ها که بر دست‌هایمان دست بند می‌زدند امروز آشتی جویانه کفشان را پیش می‌آورند و می‌گویند نه، نباید گذشته را کند و کاف کرد. هر کس اسمی از گذشته ببرد باید یک چشمش را درآورد. اما مثل بدین گونه پایان می‌پذیرد. هر کس گذشته را فراموش کند باید هر دو چشمش را درآورد. موافقم. هر دو چشمشو باید در آورد. پس دیگه حرفی نمیمونه دیگه، نه؟ راجبه با اجازه. صفا جون چه عجله کیه؟ یه دقیقه بشین دو کلام حالا میری. بس دو کلام حرف بزنیم. اتفاقا هم راجب گذشته حرف بزنیم. تو یادت رفته این تابلو رو واسه چی به ما دادی؟ هدیه بود. اولین کسی که تونست واسهتون مجوز نمایشگاه انفرادی بگیره ما بودیم. به خدا اونقدر من پلایر شده بالا پایین رفتم سیاتیکم از همون موقع شروع شد. کی میتونست اون موقع واسه 30 تا تابلوی مورد داره تو که موقع گمنامم بودی مجوز بگیره با اون بک‌گراند پیچیدت؟ من دونه دونه کاراتو واسهشون تفسیر کردم، توضیح دادم، توجیهشون کردم. با 20 تا کله گنده یقه سفید جلسه گذاشتم. از اون ور واسط نقد نوشتم به اسم مستعار چاپ کردم. یادت رفته اینا رو؟ بهنام جان یعنی میخوای بگی که تو منو آرتیست کردی؟ نه منظورش این نبود صفا جان. تو برای من نقد نوشتی؟ ننوشتم. لابی کردی؟ تو مگه غیر یه کارمند ساده چیز دیگه هم بودی عزیزم؟ آره ماهی خیلی زحمت کشید، منم خوب یادمه. ولی تو دیگه پیازداغش زیاد نکن. در ضمن فضام داشت باز میشد. اصلا خودشون می‌خواستن من کار کنم. خودشون بی‌انصافی دارین میکنین واقعا. بهنام خیلی چی؟ نه بهنام خیلی چی؟ اگه آدم بود که وضع زندگی تو این نبود. خب استاد عزیز پوفیوز بهنام نه بذار خودش خالی کنه. تو میخوای خودت تو توجیه کنی تو سر ما نزن. فعلا که تو داری میزنی تو سر من. دیگه همه میدونن من ماهی واسط چیکار کردیم. چیکار کردین؟ اون نمایشگاهی که ما واسط برگزار کردیم مسیر هنری تو از این رو به اون رو کرد. تو در واقع به جای دستمزد تنها کاری که فروش نرفته بود به عنوان هدیه دادی به ما. الان اومدی پس بگیری؟ روت میشه واقعا؟ بابا این اکست خیلی خره. ببین میخوای دریوری بگی برو بیرون ها. حوصله شنیدن اراجیف ندارم. امشب به اندازه کافی شنیدم. من اینو دادم بزنین رو دیوار خونتون بفهم، نه اینکه بفروشینش. اینکه بخوای رنج منو پاره شدنای منو بفروشی بزنی به زخم زندگیت حس انگل بودن بهت نمیده؟ نه نمیده، مال خودمه، دستمزدم بوده. اون کارایی که اون موقع واسط کردم برای هر کسی کرده بودم یه دستمزد خوبی میداد. البته من چشم داشتی نداشتم. گفتم استادمه، رفیقمه. بذار تازه از خارج اومده تو ایرانم بشناسنش. تو هم دقیقاً اون کاری رو که هیچ کسی نمیخرید بس که مزخرف بود دادی. بسه بهنام بسه. با شما هم هستم. بدبخت. اینقدر منم نکن. من که میدونم همیشه حسودی منو کردی، چون بالاخره من یه گویی شدم تو همونم نشدی. گوه شدی بعد. یعنی برای من زشت این حرفا رو بزنم بهت. ولی من بودم که بردم دانشگاه آدمت کردم. والا کی با اون مدرکت، اون شعورت، اون 2000 استعدادت استاد دانشگاه میکرد؟ رفتم رایزنی کردم، قبولت کردن، تدریس بهت دادن. آقا شما زحمت کشیدی، منم جبران کردم. هدیه دادم، الان پس میگیرم. چیز عجیبی هم نیست، تو کل دنیا بین آرتیستا رسمه. تو زحمتی رو که باید بابتش پول پرداخت میکردی با یه اثر هنری جبران کردی. الان دیگه مال ماست. توی تموم این 10 سال ثانیه به ثانیه برای این اعتبار زحمت کشیدم به نام. آوارگی کشیدم، تحقیر شدم، گشنگی کشیدم، تو پارک خوابیدم. نشستی تو خونه بی دغدغه سر ما داری حقوق کارمندیت میگیری. زندگی داری، بچه داری. من همه اینا رو فدا کردم. مغزم به فنا رفت تا رسیدم به این استایل که حالا ارزش پیدا کنه. من جون کندم، تو ترجیح دادی آدم معمولی باشی، ریسک نکنی، بدون چالش زندگی کنی، یکی باشی مثل بقیه. صفا جان بفرم. چی کار داری میکنی؟ عزیزم مایی؟ رفتی بسته بندی کردی واسهش؟ با تو؟ جبران میکنم عزیزم. لازم نیست. فقط قبلش از بهنام عذرخواهی کنین بعد برین. چیکار کنم؟ عذرخواهی کنین. برای چی اون وقت؟
چون شما فکر میکنین اگه یه آدمی 100 برابر از شما بهتر یا آرتیست‌تر باشه ولی ترجیح بده به خاطر خانواده‌اش زندگی کارمندی کنه میشه تحقیرش کرد. تحقیر کردم چون تحقیرم کرد. شما حقتون بود تحقیر شین. داستان چیه؟ رومئو و جولیت شدین؟ همین دیروز نبود التماس میکردی بیام شاهد طلاق وایسم؟ خبریه به منم بگین. همین که شرافت به خرج دادین، چیزی که برای ما بوده دارین میبرین کافیه. عذرخواهی کنین. تمومش کن مایی. عذرخواهی کنین. تمومش کن مایی. بره. عذرخواهی کنین. مسخره بازی‌ها رو تمومش کن. عذرخواهی کن. چه گویی میخوری؟ واقعا فکر میکنی چون جدا شدی به خودم اجازه دادم بپرم جلو پیشنهادهای بی‌شرمانه بدم؟ میخوام یه چیزی بهت بگم که تا حالا بهش که نگفتم.